دوستان سلام. امروز با یک کلکسیون سکه بی‌نظیر و ارزشمند در خدمت شما هستیم. اینها سکه‌های ساسانی و اینجا سکه‌های ماشینی رو داریم. سکه‌های نقره، شاهنشاهی، رضاشاهی و محمد رضا شاه، انواع و اقسام سالها رو داریم که همشون قبل از 1330 هستن، یعنی فقط سکه‌های نقره و مسی قدیمی رو در این آلبوم ما جمع کردیم. اینا مثلا سکه‌های چکشی دلخانی هستن، سلطان حسین بایقرا، رضا شاه، این سکه عبدالرحمن هست، افغانستان 1304 قمری. این عبدالرحمن شخصی بوده که میگن بزرگترین نسل کشی تاریخ رو داره، که میخواسته مردم شیعه هزاره رو از بین ببره، البته اگر اشتباه نکنم. سکه‌های مسی اسلامی، این هم سکه فتح شاه، این هم 5 دیناری رضاشاهی، 10 دینار. این سکه فلوس هست، منتها چون تو کاورن خوب به چشم نمیان. اینا هم سکه‌های 5000 دینار رضاشاه و مظفرین، هم سکه دینار. این سکه‌های مسی ناصری، این هم فلوس. سکه‌های نقره اسلامی،
دیگه سعی کردیم تمام سکا حداقل از هر دوره چند تا داشته باشیم. مدال های مختلفی هم هست، البته مدال ها رو بیشتر در آلبوم دیگه جمع آوری کردیم، ولی خب این سکای بسیار ارزشمندی هستند که تمام دوره ها رو دارن. سکه مظفری 5000 دینار، سکه ناصری